از روستا رسید به فرش قرمز. از یه روستای کوچیک توسط پسر یک کشاورز به نام لوئیس شوپارد توی سال 1860 تأسیس شد. یه آرزوی خیلی بزرگ داشت. اونم این بود که دقیق ترین ساعت جیبی های جهان رو تولید کنه. خاندان شوپارد نسل به نسل چرخید تا به نوه بنیانگذار شوپارد رسید که اجباراً برند رو به خاندان شوفله فروخت. قاشیه یه تلقک توسط کارولین شوفله اولین دروازه ورود این برند به دنیای جواهرات بود. معروفترین جواهراتی که از برند شوپارد میتونیم ببینیم مجموعه‌ای است به اسم هپی دایموندز. ما برند شوپارد رو با نخل طلای جشنواره کن میشناسیم. اینجا زراسه و ما هر دفعه تاریخچه یکی از برندهای جواهرات مطرح دنیا رو با همدیگه بررسی میکنیم. پس اگه به دنیای جواهرات علاقه داری فالو کن تا گممون نکنی.